امیدوارم که حالتون خوب باشه. تدریس شیمی دهم فصل اولش رو شروع میکنیم. البته لازم قبل از شروع تدریس چند تا نکته بهتون بگم. اینکه کتاب شیمی یه کتابی کلا درسیه که نمیشه شب امتحان جمعش کرد و حتما باید قبل امتحان نوبت اولتون اونو بخونید. در طول سال حتما باید بخونید. شب امتحان میشه جمعش کرد ولی خب به اون نمره 20 19 اون نمره‌ای که مد نظرتون رو نمیرسید. درسی که حتما در طول سال باید خونده بشه و یعنی نمیشه اصلا شب امتحان جمعش کرد. خب بریم واسه فصل اولمون، کیهان زادگاه عناصر. خب ما میگیم انسان همواره با پرسش‌های از این دست که هستی چگونه پدید آمده است، جهان کنونی چگونه شکل گرفته است، پدیده‌های طبیعی چگونه و چرا رخ می‌دهند روبرو بوده و پیوسته تلاش کرده است که برای این پرسش‌ها پاسخ‌های قانع کننده بیابد. پاسخ به نخستین پرسش که پرسشی بسیار بزرگ و بنیادی است. منظورم از نخستین پرسش چیه؟ اینکه هستی چگونه به وجود آمده است، که یه پرسش بزرگ و بنیادی است. در قلمرو علم تجربی نمی گنجد. این مثلا چرا میگی در قلمرو علم تجربی نمی گنجد؟ به خاطر این میگه در قلمرو علم تجربی نمی گنجد چون مثلا شیمیدانا، فیزیکدانا، دکترا، دانشمندا نمیتونن جواب سوالش رو بدن، بلکه میگه داخل دنیای دین و معارف و این چیزا. و آدم تنها با مراجعه به بینش عقلانی و آموزش‌های الهی میتونه به پاسخ جامع دست به به پاسخ جامع دست یابد. پس گفتیم چی؟ گفتیم نخستین سوالمون که در مورد این که هستی چگونه پدید آمده است یه سوال خیلی مهمیه که این سوال در قلمرو علمی تجربی نمی گنجه. ولی مثلا چرا میگیم نمی گنجه؟ چون مثلا دانشمندا، دکترا، شیمیدانا، فیزیکدانا نمیتونن با آن پاسخ بدهند و تنها با مراجعه به بینش عقلانی و آموزش‌های الهی میتونن به پاسخ جامع به آموزش جامع دست یابد، به پاسخ جامع دست یابد. خب اما پس از عبور از این قلم رو با به پدیده‌های طبیعی علم تجربی تلاشی گسترده را برای یافتن پاسخ پرسش‌های دوم و سوم انجام داده است. مثلا ما پاسخ دوم و سوم میدونیم چرا؟ چون در قلم رو علم تجربی میگنجه ولی پاسخ پرسش اول در قلم رو علم تجربی نمیگنجد و مثلا باید به خاطر اینکه پاسخش رو پیدا کنیم بعد دیگه به پاسخ دیگه بریم سراغ مراجع دینی و این چیزا. این تلاش سبب شد که دانش ما درباره جهان مادی افزایش یابد. امروز درباره کیهان و منشأ آن اطلاعاتی داریم که نیاکان ما حتی نمی‌توانند آنها را تصور کنند. برای نمونه ما به فضا می‌رویم و با عنصرهای موجود در نقاط گوناگون کیهان آشنا شده‌ایم. در پی یافتن زندگی در دیگر سیاره‌ها هستیم و مسافرت به مریخ را طراحی می‌کنیم. آشکار است که با گذشت زمان انسان به پیشرفت‌هایی دست خواهد یافت که امروز در ذهن ما نمی‌گنجد. تلاش دانشمندان برای شناخت کیهان همچنان ادامه دارد. نمونه از آن سفر طولانی تاریخ دو فضاپیما به نام چی؟ وویجر. باشه این خیلی مهمه، اینو حتما بلد باشی هم واسه امتحان مستمرتون هم واسه کنکورتون. خب تاریخ دو فضاپیما به نام وویجر 1 و 2 است. پس چه فضاپیما اسمشون چی هستن؟ وویجر 1 و 2 در سال 1976 میلادی 1977 میلادی یعنی 1356 خورشیدی برای شناخت بیشتر سامان خورشیدی است. پس میشه چی؟ میشه فضاپیمای وویجر 1 و 2 ارسال کردن برای شناخت بیشتر سامان خورشیدی. این خیلی مهمه، سامان خورشیدیه. نگه مثلا برای شناخت کهکشان راه شیری، ننویسه برای شناخت مریخ، ننویسه برای شناخت سیاره زحل، نپتون، اورانوس. برای شناخت بیشتر چی؟ سامانه خورشیدی. این خیلی مهمه، سامانه خورشیدی. خب اینم عکسی که از کره زمین از فاصله 7 میلیارد کیلومتری آخرین تصویری که وویجر 1 پیش از خروج از سامان خورشید از زادگاه خود گرفت. اینم خیلی مهمه. پس
آخرین تصویری که وویجر 2 نه وویجر 1 این خیلی مهمه. وویجر 1 پیش از ورود از سامان خورشید از زادگاه خود گرفت از فاصله چقدری؟ تقریبا 7 میلیارد کیلومتری. پس این عکس رو ممکنه بده، بعد زیرش جملات درست نادرست بنویسه. مثلا بنویسه در کدام جمله در مورد این عکس صدق میکنن، کدام جمله صدق نمیکنن. مثلا جمله غلط میتونه بیاره، مثلا بیا بگه عکس کره زمین که از فاصله تقریبا 7 میلیارد کیلومتری آخرین تصویری که وویجر 2 فرستاد. نباید بگی وویجر 1 پس از خروج از سامان خورشیدی. پس از خروج نه، پیش از خروج از سامان خورشیدی. ببینید خیلی مهمه، پیش از خروج از سامان خورشیدی توسط وویجر 1. پس گفتیم وویجر 1 باشه، حتما پیش از ورود از سامان خورشیدی باشه. خب دو فضاپیما مأموریتشون چی بود؟ دو فضاپیما مأموریت داشتن که با گذر از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس، نپتون باشه. سیاره حواستون باشه چه سیاره‌ای؟ مشتری، زحل، اورانوس، نپتون. نگه از کنار سیاره زمینا، نگه ماه سیاره نیست. پس اگه مثلا گفت ماه میگیم غلطه. پس دو فضاپیما مأموریت داشتن با گذر از کنارهای سیاره مشتری، زحل، اورانوس و نپتون شناسنامه فیزیکی و شیمیایی را تهیه کنن و بفرستن. بچه اینم خیلی مهمه، شناسنامه فیزیکی و شیمیایی. نگه فقط شناسنامه فیزیکی ها، نگه فقط شناسنامه شیمیایی ها. اگه گفت فقط شناسنامه فیزیکی، گفت فقط شناسنامه شیمیایی، غلطن ها. هم شناسنامه فیزیکیشون رو ارسال کنن، هم شناسنامه شیمیاییشون رو ارسال کنن. این شناسنامه میتوانند حاوی اطلاعاتی مانند نوع عنصر سازنده، ترکیب های شیمیایی در اتمسفر آنها و ترکیب درصد این مواد باشند. خب سوال امتحانی بیاد میگه این اطلاعاتی که فضاپیماهای وویجر 1 و 2 فرستادن که از کنار سیاره مشتری، زحل، اورانوس و نپتون عبور کردن، شناسنامه فیزیک و شیمیاییشون رو فرستادن، این شناسنامه حاوی چه اطلاعاتیه؟ این سوال امتحانیه، حتی ممکن سوال کنکور هم باشه که درست و نادرست میتونه بیاره. حاوی اطلاعاتی ما نوع عنصرهای سازنده، ترکیب شیمیایی در اتمسفر آنها، ترکیب درصد. پس این سوال مهمیه. مثلا میگه که شناسنامه‌ای که فضاپیماهای وویجر 1 و 2 ارسال کردن حاوی چه نوع شناسنامه‌هاشون، حاوی شناسنامه‌ای که ارسال کردن حاوی چه نوع اطلاعاتیه؟ میگیم اطلاعاتی ما نوع عنصر سازنده شونه، ترکیب شیمیاییشونه در اتمسفر آنها و ترکیب درصد این مواده. عنصرات چگونه پدید آمدن؟ خب یه سوال خیلی مهمیه که در قلمرو علمی تجربی هم میگنجد. یکی از پرسش‌هایی که شیمیدان‌ها در پی پاسخ آنها هستند چگونه پیدایش عناصر هاست. جالب است بدانید که مطالعه کیهان به ویژه سامان خورشیدی برای پاسخ به این پرسش کمک شایانی می‌کند. پس مطالعه کیهان به ویژه سامان خورشیدی، نگه به ویژه کهکشان راه شیری ها. اگه گفت کهکشان غلط ها، نگه کهکشان ها، بگی حتما باید بگی سامان خورشیدی. به این نمونه با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده برخی از سیاره سامان خورشیدی و مقایسه آن با عنصرهای سازنده خورشید میتوان به درک بهتر از چگونه تشکیل عناصر دست یافت. پس برای نمونه با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده برخی داره میگه چی؟ قید رو توجه کنید، قید خیلی مهمه داخل شیمی، داخل زیستشناسی هم همینطور قید خیلی مهمن. برخی این سیاره سامان خورشیدی و مقایسه آن با عنصر سازنده خورشید میتوان به درک بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت. خب برخی حواستون باشه. خب من تا اینجا کلیپو قطع میکنم که حجمش زیاد نشه، بعد پارت 2 حتما واسه من قرار میدم.